شانمسی خلقی ما بسیار عذاب جنگی برادر کشید. بسیاریو گره زمان برنگشته با وطن. بسیارش تا حال پسی پنجرمون پشیمان با دستی خونالو. نکی بسته جنگ عذاب داری وطن. نفسی آزاد کشم وطنم. زمینی تا زمان خور خاص خاک جنگ بد. زمینی تا زمان رنگی یک میدان جنگ بد. امری تیفی گهواره برابری امری پیر بد. در گوشی تیفل صدای یلان صدای تیر بد. مردمت بخونه شید به در تیر زشید. جان بالا بامد بچوره مردمت گره زشید. روی دستی خود مردای برادری خود کشاندن. برای خود نباد بدی یا حالی یا چاندن. وقتی که قوای سیمی بدخواه ماده کشید. وطن رنگی پلیگان شید چیکارا در دروشی ریختنی خونی هم وطن. کودکای به پدر عشقی به استیما در زنای گم کرده شوهر. میلاد ها و شربی اقتصادی پراکنده. میلاد دست دادم شاعر و علیم و آدمای به علم. تاجیگای وطن مگرخ پرتافتن فرزند زن شب آوی چشم استیدم دید. احوالی وطن شه نبود وجبی زمین کی آلوده خون نباشه. نبود یگان آدم که ترس در درون نباشه. بماندن در این وطن اومدی زندمانی نبود. زنده کلمه مگرداند مرده ها ارمانی بود. مانندی سهراب رستم جنگی فرزند پدر کش مورا با فیره دادنه. دای جنگ کدن خوش با محجگی مورا تقسیم کدن. قاتل کدن بندید کدن. کلابی و خرغنی و پامیری و غرمی کدن. وطن مانندی درختی خزان بود. برای شکفتنش اومده باوریم نبود. درخت کی رشه و زمینی شورده. دوید کرمی درونی خودش خوردش میغلطید قریب. نکی 16 نویبر سالی 92 برشه تشنه ای درخت رسید و به رئیسی شورای اولی دل سوخته بری خلقش تهدیدی کشتن شنیده. نکی نترسیده مرگش مردم از سرجا میکد. ای سر دعوت میکد بیا تاجیک وطن خانه تی ای گفته حرف میزد. چقدر قین خطرناک بده او رفت افغانستان بحری جمعی تاجیکای دوره تاجیکستان زخم برداشت زیر سلاح بد. نکی نگشت ای رهش آباد کرد ای وطن دستی دعا در حقش امروز موت خدمی آزاد بزنیم شب و روز. کسی با اویله کسی با نقص دیده کسی با دوست الویدا صدای تیر سلام صدای خنده تیفراهی نفتونل شانه هایی بلند لیفت آبادی باغ دلزار. مردمی صاحب کار دیگه نمیترسه ای وطن تجارت کار. روز هزاری نان بده محازی دسترخانی پر. نانی گرمی پخته با دستای مادری خود. انشالله ما دیگه جنگ نمیبینیم در وطن. ما خلقی ما راهنما دارد ما ملی رحمان. تا که باشم برای ملتم برای خلقم برای دولتم خدمت میکنم.